حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت احیای هنرهای مردمی دوام سالهای صاحب استقلالی مملکت یک قطار تدبیرهای مهمی را راه‌اندازی نمود که این روند برای حفظ عنعنه و سنت و آیین‌های قدیمی فرهنگ ملت تاجیک زمینه استوار می‌گذارد. جهانی گردیدن جشن نوروز و احیا شدن عیدهای سنتی مهرگان و سده آیین‌های نیک ملت تاجیک را به عالمیان معرفی نمود. مردم تاجیک از زمانهای قدیم با هنرمندی و مهماندوستی خود میان عالمیان شهرتمند بودند و این آیین نیک تا امروز نیز با همان اصالتش حفظ می شود. با شرافت زمان صاحب استقلالی کشور تاجیکستان عزیز روز تا روز آباد و زیبا گردیده ایستاده. پایتخت کشورمان شهر دوشنبه به مکان برگزاری یک قطار چهاربینی‌های مهم فرهنگی تبدیل یافته است. بانوان هنرمند تاجیک محصولات گوناگون نانی را پیشنهاد مردم گردانیده ایستادند که این شهادت از صاحب دولتی، صاحب استقلالی و دستورخوان پر از ناز و نعمت مردم تاجیک می باشد.
افتخار و سرفرازی هست که امروز با هدایت و تشبس‌های بی‌نظیر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان عنعنه‌های ملی و مردمی ما از نو احیا می‌شوند که این باعث افتخار تمام زنان و بانوان مملکت از جمله زنان و بانوان ولایت ختلان است. هدف از اشتراک در چهاربینی امروز بار دیگر ما می‌خواهیم نشان دهیم، ثابت نماییم که زنان و بانوان تاجیک دارای تمام هنرهای ملی و مردمی هستند. یعنی مردم تاجیک که از اول مهمان دوست و مهمان نواز بود، امروز باری دیگر ثابت نمودند با پیشنهاد محصولات نانی که آنها میتوانند به بازار جهانی بهترین هنر و استعداد و مهارت آماده نمودن نان و محصولات گوناگون را پیشنهاد کنند و امروز بانوان ناحیه جلال‌الدین بلخی به نمایش امروزه زیاده از 40 نوع نان‌های گوناگون را پیشنهاد نمودند. در مجموع بانوان ولایت ختلان زیاده از 80 نامگوی محصولات نانی را به نمایش گذاشتند و برگزاری این گونه نمایش‌ها باری دیگر به رشد هنرهای ملی، رشد هنرهای مردمی با بلند برداشتن تفکر فرهنگی زنان و بانوان ما مساعدت میکند. باری دیگر زنان و بانوان را وادار میکند که آنها عنعنه‌های نیاگون خویش را از نو احیا کنند، عنعنه‌های نسل کلانسال را زنده کرده به نسل جوان محبت به زندگی، محبت به عائله، محبت به فرزند را از منبر بلندی فرهنگ و استعداد فطری خود معرفی کنند. چقدر که به همگان معلوم است دیروز در پیامشان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور امام علی رحمان ارائه داشتند احیا نمودن هنرهای مردمی برای ما، برای بهداشت فرهنگی ما و برای ملت تاجیک ما عزیز و مقدس است. از این خاطر بینید که من از امروز سر کرده ما برای سال 2018 احیا نمودن هنرهای مردمی قدم‌های اولین خود را گذاشتیم و بگذار که تاجیکستان ما دایم بلبل شکفان باشد. در همه دنیا به هر دور و زمان احترامی نام بود از حد کلان. نان ز جمله ناز و نعمت بهتر است، قدر نان بالاتر از سیم و زر است. ما امروز هنر ملی تاجیکی نشان میدهم و نانهای ملی بانوان ما از گذشته هنرمند بودند، چنین نامپز بودند
و ما جوانان کوشش میکنیم که هنر نیاگان خودمون را از بین نرود. خلق تاجیک از قدیم الایام آیین دارد که مهمانان را با نان و نمک پیشواز میگیرد. تعبیر نان باشد سرود هم می شود. چون نان عزیز شوی در روی خانت نان فراوان باشد و یا سوگند یاد کردن با نان در روزگار انسانیت چی منزلت داشتن این نعمت را بازگو می کند. پس می توان افزود که ارزش این نعمت بی‌بها در یگان دور و زمان کم نمی گردد. بانوان تاجیک از ازل با هنر خود مخصوصا با هنر کدبانویی خود معروف بودند و امروز نمایشنامه‌ای که امروز برگزار شده ایستاده است نشان این گفته هاست که در هر یک خان ما میتوانیم نمونه زیاده از 40-50 نمود نانها را بینیم و ما نیز نتوانستیم در کنار مانیم و کوشش نمودیم که حاضر با خاله گوهربی یک نام بندیم. شما بینندگان عزیز این حال شاهد آن میگرده. در این نمایشگاه اشتراک نموده ایستاده‌ایم و توانستیم که اون محصولات نانی که با مهنت خود آماده میکنیم در این نمایش گذاریم. مثلا خلمه، حولای سفیدک، حولای سرخک، توش بیره، چپاتی، سمبوسه، ساله و دیگر محصولات نانی که ما میتوانیم در تمام جشن و مراسم‌های ملی اینها را استفاده بریم. و ما به نهایت از این گونه نمایش به نهایت خرسند هستیم که ما میتوانیم که امروز انا همین مقدس دانستن ارزش‌های ملی رو برای فرزندان، برای دختران خود، برای در آینده باز آنها برای فرزندانشون تیار کردن آنها رو آماده نماییم. نان از شمار آن مقدسات است که در همه دور و زمان انسانیت به آن نیاز دارد. از این رو نان بی‌بهاترین ثروت حیاتی ماده انسان است و قدر و منزلت آن در ردیف ثروت‌های مقدس معنوی قرار دارد. از یک محصولات یعنی از یک ارد چند نوعی محصولات آماده نموده است. در اینجا قلمه، کلچه های یک مشته، همچنین نان های گرده، چپاتی، کلچه های این گونه کلچه ها، یعنی کدبانوهای شهر قرغانتپه کوشش نمودند تا اینکه همین نمایش را با دستان ماهر خود برای مردم شهر دوشنبه نمایش دهند.
نان زینت دسترخوان، قوت و درمان مردم است. بانوان با هنر تاجیک این را در روزگار خود خوب درک نموده از گذشته تا امروز رسم و عنعنه‌های ملی خود را گم نکرده اند و در تمام جشن و مراسم‌های ملی با نان‌های چپاتی و کلچه و فطیرهای شیری و بالذت تاجیکستان را در عرصه جهان معرفی می‌نمایند. در شهر دوشنبه با اشتراک کدبانوها از شهر و نواحی کشور فستیوال آزمون جمهوریوی نمایش محصولات نانی تحت عنوان نان شدم شایسته هر خان شدم برگزار گردید. برگزار گردیدن فستیوال آزمون جمهوریوی نان شدم شایسته هر خان شدم در پایتخت کشور شهر دوشنبه بار دیگر ثابت نمود که بانوان تاجیک دارای ذوق بلند هنرمندی می باشند. در نمایشگاه نانپزهای ماهر از تمام گوشه و کنار جمهوری اشتراک نموده محصول زحمت خود را به مردم پیشکش کردند. چالی که دیده ایستادیم امروز در شهر دوشنبه در جمهوری تاجیکستان یک چورابینی با شکوه برگزار گشته ایستاده است و امروز در حقیقت جمهوری یک سیمای ایدانه دارد. امروز بانوان تمام جمهوری محصول دستان خود را معرض تماشا آوردند که در حقیقت امروز بانوان می توانند که در تمام ساحه کار و فعالیت کنند، نه بس از آن که امروز بانو زن است، تربیه‌گر است، در برابر آن کدبانو نیز است. امروز زنان شهر کلو ولایت ختلان نیز محصول دستان خود را که خیلی دیده ایستادیم معرض تماشا آوردند و این محصولات دستانی ما محض از گندم خود تاجیکستان است و باوری دارم که امروز دختران تاجیک از همین محصول دستان، همین هنرهای مردمی که ما هر روزه احیا میکنیم در برابر خود برای آیندگان نیز میگذاریم. باوری دارم که این چورابینی ها در آینده نیز در یک سطح بلند، در یک سطح باشکوه نیز برگزار میگردد. در فستیوال آزمون زیاده از 80 نوع محصولات نانی به نمایش گذاشته شد که پس از بهادهی مسئولین نانپزهای بهترین از جانب هیئت تدارکات به جایزه و تحفه ها سرفراز گردانیده شدند.
نعمتی است که حیات بشریت را پایدار نگه می‌دارد. آره، نان دولت، ثروت، دارایی، قوت و اساس هستی ماست. دانستن قدر این نعمت بی‌بها گواه صاحب ادراک بودن است. باشد بهر ما نعمتی بس بی‌بها. نان بر ما دولتی دنیا بود، نان بر ما از همه بالا بود. از زمین نان ریزه ها را چیده می مالم به چشم، نانی گرمی مهنتی را دیده می مالم به چشم. چون که من هم در زمانی خود درآور بودم، خوشچین و باربند و داست در بر بودم.
امروز بانوان تاجیکستان با هنرهای خود امروز نانهای خود رو پیشکش مردم گردانده ایستادند که این هم باز از اون گویی میدن که بانوان تاجیک ما تمام هنرهای مردمی رو دارند و امروز نانهای آنها پیشکش مردم گردیده ایستاده است. نانپزی یکی از معتبرترین هنر به حساب می رود. آره، نان قیمتترین گنج و نعمت ارزشمند و بی‌بهاست و حیات رو به نان تصور نمودن بیرون از امکان است. من این کوچه رو می‌بینید، این صرف از آرد گندمی نوع سیوم تیار شده است. بسیار فایده رسان است برای سلامتی انسان. همچنین این را برای تیار کردن خورش برای آدمان پرهیز باشند اگر از همین خورش استفاده میکنند از کلچه گندمی. غیر از این میتوانیم که از همین گونه خورش ها از همین گونه کلچه ها ما شکراب تیار کنیم. خب در اینجا من چگلدک هست، سمبوسه هایی که از پنیر و از گوشت تیار شدگی هستند.